در مسکو با تقسیم ورقه ها مهاجران را برای شرکت در جنگ علیه اوکراین جلب می کنند. ارزانترین علاقه موبیلی با بلندترین سرعت اینترنت بین کشورهای آسیای مرکزی در قزاقستان و پست سرعت و قیمتترینش در تاجیکستان بوده است. کارشناسان روس میگویند در روسیه توجه مهاجران به کار در ساختمان‌ها برقرار شده است. اتحاد اروپا می‌خواهد دست روسیه را در کشورهای آسیای مرکزی کوتاه کند. در مسکو مهاجران را تشویق می‌کنند که برای شرکت در جنگ با اوکراین شرطنامه بندند. در این باره تلگرام کانال ساتا با نشر ورقه‌ای در ایستگاه متروی ویخینه مسکو تقسیم شده خبر داده است. به اطلاع منبع، افرادی که در دست ورقه‌های تبلیغ برای جنگ علیه اوکراین داشتند، مخصوص مهاجران را جستجو می‌کردند و شهروندی آنها را می‌پرسیدند. در ورقه نشر کرده تلگرام کانال ساتا، شهروندان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از 18 تا 40 ساله برای پیوستن به ارتش روسیه دعوت شده‌اند. نامزدها از جمله باید حداقل معلومات صنف 9 داشته و زبان روسی را باید خوب دانند. در ورقه تبلیغی برتری‌های خدمت در ارتش روسیه را مخالفت مشترک با فاشیستان در اوکراین در چارچوب سازمان پیمان امنیتی دست جمعی، امکان به دست آوردن تجربه بی‌بهای نظامی، امکانیت قهرمان روسیه شدن و غیره دانسته شده است. گفتنی است چند روز پیش از ولایت سوردلاوی روسیه به پیام شکایت رسیده بود که حتی در زندان‌ها محبوسان را مجبور کرده ایستادند که به ارتش روسیه پیوسته علیه اوکراین بجنگند. در مرکز مهاجرتی سخاروه در جنوب مسکو قبلا در نقلیات جمعیتی تبلیغات خدمت در ارتش روسیه به زبان‌های تاجیکی، ازبکی و قرغیزی گذاشته بودند. در این اعلان به مهاجران کاری وعده داده شده بود که شهروندی روسیه را ساده تر می‌گیرند. این وعده ها در حالی است که از برگشتگان از جنگ روسیه علیه اوکراین خبری نیست. در همین حال الکی جسد ده‌ها مهاجر تاجیکی کشته شده در جنگ اوکراین را به تاجیکستان بردند. چقدر از مرده مهاجران کاری در خاک اوکراین پارویی زمین شده اند معلومات وجود ندارد. طبق معلومات اتحادیه بین المللی تلکمونیکاسیون، در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان ارزانترین علاقه موبیلی را داشته است. همین طریق در سال 2021 خراجات برای علاقه موبیلی در جمهوری قزاقستان همگی 1.4% مجموعی محصولات داخلی به هر سری اهالی این کشور را تشکیل داده است. در همین حال در قرغیزستان که سرعت اینترنت موبیلی از جمهوری قزاقستان کمی پست‌تر است، ارزش علاقه موبیلی 3.11% مجموعی محصولات داخلی به هر سری اهالی را تشکیل داده است. سطح خراجات برای علاقه موبیلی در ازبکستان 1.14% مجموعی محصولات داخلی بوده است. در ترکمنستان باشد سطح خراجات برای علاقه موبیلی 1.17% مجموعی محصولات داخلی به هر سری اهالی به قید گرفته شده است. اما در ازبکستان، قرغیزستان و ترکمنستان سرعت اینترنت موبیلی نسبت به قزاقستان خیلی پست‌تر است. در تاجیکستان باشد هرچند پست‌ترین سرعت اینترنت و به طور نظررس بدترین خدمت رسانی علاقه موبیلی بین کشورهای آسیای مرکزی است، قیمتترین هم در این کشور بوده است. ارزش علاقه موبیلی در سال 2021 3.2% مجموعی محصولات داخلی به هر سری اهالی تاجیکستان را تشکیل داده است. گفته می شود اگر در کشورهای همسایه سرعت اینترنت سال از سال در حال افزایش باشد، در تاجیکستان رو به کاهش بوده است. در روسیه توجه مهاجران به کار در ساختمان‌ها برقرار شده است. توجه مهاجران کاری از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به کار در ساختمان‌های روسیه به سطح پیش از بحران برگشته است. در این باره نشریه استریتلنه گازیتا با استناد از گفته پرزیدنت اسوسیاسیون ملی بناکاران آنتون گلوشکوف خبر داده است. به گفته گلوشکوف در نیمه دوم سال 2022 توجه شهروندان کشورهای دوست به کار در روسیه یک بار افزایش یافته است.
گلوشکوف میگوید ابتدای هفته ما در جمهوری تاجیکستان بودیم. حالا از 10 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان 2 میلیون و 300 هزار نفرشان در فدراسیون روسیه کار میکنند که قریب 700 هزار نفری آنها در ساختمان کار میکنند. آنتون گلوشکوف یادآور شد که طبق استراتژی رشد صنعت ساختمان و خواجگی منزلی و کمونالی روسیه تا سال 2030 شمار کارگران ساحه ساختمان باید از 6 میلیون تا 8 میلیون نفر افزایش یابد. همه سمت‌های همکاری‌های اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی به رفع وابستگی غیر مستقیم از فدراسیون روسیه نگرانیده شده‌اند. در این باره سفیر اتحادیه اروپا در ازبکستان شارلوت ادریان روز 16 دکبر در ملاقات با روزنامه‌نگاران اظهار داشته است. ادریان قید کرده که این سمت‌های همکاری از جمله رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، مسئله‌های استفاده ثمره‌ناک ذخیره‌های آب و ثمره‌ناکی ساحه انرژی اینچنین رقمی کنانی را در بر می‌گیرند. سمت دیگری که اتحادیه اروپا آن را دستگیری و حمایت می‌کند، همکاری‌های منطقوی در آسیای مرکزی بوده است. سفیر همچنین یادآور شده که اتحادیه اروپا کشورهای آسیای مرکزی را در تلاش آزادی انتخاب شریکان دستگیری می‌کند. در این باره جوزپ بارل نماینده عالی اتحادیه اروپا عاید به کارهای خارجی و سیاست امنیتی نیز قبلا گفته بود.